معظم انقلاب اسلامی خامنه‌ای نگهدار. طیب الله انفاسکم، طیب الله جمعیتکم. جمعیتی آمده به این گودبای پارتی ولایی. مسئولین همین چند روز پیش آمار گاو و گوسفندهای کشور رو برای بنده آوردند. ولی خب من الان با مشاهده این اجتماع دشمن شکن شما فهمیدم که مسئولین کمکاری کردند و آمار گاو و گوسفندهای کشور خیلی بیشتر از اون چیزیه که به بنده حقیر گزارش داده بودند. این نکته است که به همه بگویید. من بارها به مسئولین تأکید کردم، الان هم تکرار میکنم، زودتر کیک و ساندیس شما رو بیارن تا چمنهای استادیوم رو نخوردید، چون قرار اینجا فردا بازی باشه. دشمن بداند که ما بنبست نداریم. اینو خواستم تأکید کنم. بزرگترین بنبست تاریخ خود بنده هستم، دیگه بنبست میخوایم چیکار کنیم؟ و دشمن بداند که این جمعیت به آنها تو دهنی محکمی خواهد زد. همین جمعیتی که با اتوبوس و مینیبوس آمدند، همین جمعیتی که به عشق ساندیس آمدند، همون جوانان پرشور انقلابی که به زور مرخصی اجباری آمدند، زدن پس کلهشون آوردنشون اینجا، اینها تو دهنی محکمی رو به استکبار جهانی خواهند زد. این نکته است که من خواستم خدمتتون عرض بکنم. من اینو بولد باید میکردم، من نمیدونم کی اینو چاپ گرفته، یعنی جوهر چاپ هم ندارم. نکته بعدی که خواستم عرض بکنم این است که آمریکا بداند که هیچ غلطی نمیتواند بکند، چون هرچی غلط بوده من خودم کردم، هرچی شکر بوده خودم خوردم. این مسئله است که باید بدانند. مسئولین نظام میگویند ما تحریم ها رو شکست خواهیم داد. بنده در پاسخشون میگویم دودو بگیر در نره. بله، شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دو لپی. فقط بپایین لپتون رگ به رگ نشه. این نکته است که من نوشته بودم، من میخواستم بهتون بگم. این به همه بگیم. عده‌ای در داخل کشور صحبت از جام زهر میکنند. بنده به آنها میگویم شتر در خواب بیند کاسه و جام، گهی موشک زند گه تف تو برجام. حالا یه چیزی تو همین مایه ها. و من تا جان در این جسم ناقصم دارم نخواهم گذاشت. امروز در این مکان مقدس که استادیوم هست گرد هم آمدیم و بنده به عنوان یک شخصیت فوتبالی یاد همه رزمندگان خط دفاعی و مدافعان و هافبک های حرم رو گرامی می‌دارم و خطاب به منچستر یونایتد و بارسلون میگویم شتر در خواب بیند گل هوایی، گهی گل به خودی گه لایی لایی. این نکته است که من میخواستم بگم. حالا چون اینم به همه بگیم. عزیزان من، این روزها درگیر دربی درب و داغونی هستیم. در زمین حریف 80 میلیون ایستادند، همه قدر قدرت. بعد ما همین حسن روحانی رو گذاشتیم دروازه‌بان، به مصداق همون شعار دروازه‌بان نداشتیم، شیلنگ به جاش گذاشتیم. و سلام علیکم، بازی برگشت تو سانتیاگو برنابئو. حالا همه با هم تکرار میکنیم: عظمای ریش طلایی امید تیم مایی، عظمای ریش طلایی امید تیم مایی، عظمای ریش طلایی امید تیم مایی. اما میگه عظما مال چینه، هر کی ندیده بیاد ببینه. اما میگه عظما مال چینه، هر کی ندیده بیاد ببینه. عظما عظما حیله نزنه تلخی و از تندی برجام. عظما باید بخوری جام دو و سه رو سرانجام. عظما وقتی بگیرم باز خور تو من دم بیته، میگرخی و رم میکنی ای شیخک بدنام.